به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که از کانال هراتبورگ در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، همین چند شب دیگه زیاد نمونده دیگه که به عید مونده، بازم پیشا پیش برای شما تبریک میگیم. خدا کنه که عید خوب و خوشی داشته باشیم به مثل ماه مبارک رمضان که سپری کردیم به خوبی و خوشی. دوستای نازنین، از برنامه رمضانی یا افطاری در خدمت شما هستیم. امروز دیگه داخل جاده جنوبی مسجد جامع شریفیم که اینجا میبینیم نام خدا همیتا میوه‌دونه دیگه به خروارا رخته که سعی کنیم دوستا برادران منتظر به مشتری هم که امسال سعی کنیم توان مردم هست که میوه‌دونه بخرم یا خیر. از شما خواهشمندیم همراه ما باشید. لالا جان سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. شما زنده باشین. قربان شما. نام شریف شما؟ اسمم فرهاد، یکی از بساطداران جاده جنوبی مسجد. بسیار خوب. چند روز میشه اینجا بساط؟ ما دیگه امروز همین قطار بسته شده. اگه روز اول من که ما اومدیم دیگه برادرها از 10 روزه اینجا اومدم بساط کردم. بسیار خوب. خب این بگیم که اینجا چی رقم هستیم؟ شما کرایه میدیم یا خیر رایگان؟ نه، ما اینجا کرایه نمیدیم. هر سال ما اینجا طبق همین برنامه شهریولی که هسته ما بساط میکنیم برای خود. دیگه کسی از ما کسی دیگه کرایه میگیره، نیم رشوت چیزی باشه، هیچ چیزی نیست. انشالله خود ما بیت بم طبق قانون شهریولی بساط کردیم و امسال بسیار واقعیت هم یک نظم خوب تیار کردم داخل از جاده. به جمع دیگه سالها جاده بسته میشد، از 10 روزه بسته میشد. تا به حالا که کسی جاده را بسته نکرده و هم میگم که طبق برنامه خود شما میبینید ردیف هم میگید تیار کردن برای قانون. بسیار عالی. بسیار خوب. ساعت چند بود امروز بساط خود آورد کرده؟ ما از سحر که اومدم سحری کردم بساط خود تیار کردم. انشالله اول صبح که بساط خود تیار کردم. بسیار خوب. از صبح تا اول کال چند دقیقه دیگه به آذان مونده و افطار چند سودا کرده؟ دیگه تا حساب کردن نمیتونم که بگم 10,000 یا 15,000 که تا حساب نکردم، فرصت نشد. تخمین بالای ممکنه 30,000 35,000 سودا کرده باشم. الهی شکر. بازم خب مردم چی رقمه؟ روی مردم چی رقمه؟ وقتی به سر بساط شما میایم با انرژی میایم یا خیر؟ بسیار بالا و خوش که هیچ کدوم که بی میکنه مسلمانا از خریدن خود ما به جمع دیگه سالا هر قلم بالا که میبینم 200-300 گرون شده. یعنی پسته بسیار گرون شده، بادام درختی همیته، فندوق همیته دیگه به جمع پارسال امسال یعنی به هر قلم باری 1.5-200 خود ما به فاکتورا پارسال خود امسال خود تغییرات آماده. دیگه هر کدوم ما بی میکنیم میبینی برادرها همیته دیگه خریدن نمیشه دیگه. هر کدوم سعی میکنی گرون کو بسیار به اوج خونه گیرونی. خدای پاک در خیری واکنه. آمین. تشکر از شما. شما هم تشکر. روزه و نماز شما هم قبول باشه. بخیر باشیم. دوستای نازنین، داخل جاده جنوبی مسجد جامع شریفیم. جا شما هم سبز دیگه. یک چند دقیقه دیگه بخیر که تحمل کنیم. آذان میدن با میتونیم از اینا نوش جان کنیم. دست خود میتونه دراز کنیم، میتونیم ورداریم. گپ بینی هم افته. لالا جان سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ قربان شما. سلامت. روزه و نماز شما قبول. سلامت باشیم. شما همچنین. قربان شما. نام شریف شما؟ جلیل احمدم. خب اینجا استاده ایم. اینجا وقتی دیگه اینجا کسبی میکنیم، ما لقمه نون پیدا کنیم بخیر اگه بشه. بسیار خوب. نو خود کش میشه شما نه؟ بله. بسیار خوب. این چوبا چیه؟ اینا من خود ممنون میفهمم. اینا آشک میگن. آشک اینایی که نمازدیگر افطار قربان میکنه. اینا با گمو کاکرم داره دیگه. بسیار خوب. خب این بگیم که کاروبار چی رقمه؟ با خدا رضیم از خدا شکر. الهی شکر. پارسال تا به امسال فرق کرده؟ 2 برابر فرق کرده. خب چی مثال فرق کرده؟ مثلا قیمت فرق کرده، مردم هم فرق کرده. همین که پول دیگه نمیخره کسی. خب 1 کیلو پسته البته شما ما نداریم. نداریم. معلوم است به شما چندیه؟ بله. چند؟ به 11 صدریفه.
به 11 سطح گوسپند میده. و نقالم پستان به قیمت مو شده. خب به نظری شما بله همین فرض حتما که بعد می پستر ما کیلو 11 صد افغانی بخریم کار خوبیه. چرا تاجر صاحبا توجهی ندارن به حق از این مردم غریب؟ اینا خود از اینا که شکم اینا سیره با قسم مردم غریب هم حالا که نه بود عوضی بزو برام بخینی هم دیگه. خب دیگه بیشتر از این میوه خوش چی گرونه؟ ارزون چینیه همین تخمه به 200 روپیه. هیچ ارزون نیه بخی. همینایی که کیلو 60 روپیه. همینا به 60 روپیه داره به 200. بسیار خوب. وقت مردم به سر بساط شما میان چی رقمه؟ حساب روینا چی رقمه؟ حساب ما زمانی که مشتری میاد بزو میگیم بفرمایید مدل است ما رو پس نامه. از او پرسان میکنیم چرا کاکا ما خاطر داریم ندادیم گفتیم بفرمایید. اصلا پول نداره دیگه به مو خاطره. مرد که روی خوب بخین نداره اصلا. بزو زمانی که میگه بفرمایید فکر میکنی اردو دادی. پیلکای تروش فشار داده هم میتاد. نه خدا نکنه. از صبح معلومه به شما چند سودا کردیم؟ از صبح ما همینجا به سر همین بساط 5 نفر آدمی شاید 10,000 روپیه شده باشه. خب بازم روز اول الهی شکر فکر کنم روز به روز بیشتر میشه. میشه فکر کنم از 20 روزه بود ما به اینجا پرتیم تاله. 3-4 روز میشه. بله. خب خدای پاک کاروبار همه مسلمانان رو رونق بده. سلامت باشین. اگه افطار خودمون نمیریم خوشحال میشیم. شما اگه اینجا باشین ما خیلی خوشحال میشیم. تشکر. بخیر باشین. خیر باشین. قربان شما. دوستای نازنین ما رو دنبال کنین که کجا بریم دیگه کجا مونده دوستا. سلام خوبیم لالا. سلام علیکم شما خوبه؟ ساعت شما خوبه؟ هرمان شما زنده باشیم. نام شریف شما؟ نام غلام نبی. بسیار خوب. از کجا هستیم؟ از ولسوالی گذره. خب اینجا به داخل از این جاده سر به ساتا بس قدم قدم دسته میکنه که خب میوید بسونم چم میکنه که میوید بسونم. میوید میخرید؟ بله. خب بسیار خوب. ماه مبارک رمضان می چند روزه که سفری شد چی رقم بوده؟ ماه مبارک با نیکویی بود خیلی مبارک خوب بود. ماه خوب بود. چند روزه که تیر شد چند روز روزه رو بخوردیم؟ ان شاء الله تا که چی نخورد کار خورم میکنه روزه خورم میگیریم. بسیار خوب. خب امروز که آمدیم داخل بازار سر به ساتا میوه قیمتا چی رقمه؟ از پارسال تا والی خیلی بالا. یعنی از اون سر بازار تا اینجا من داره چند نشد که خوب استونم. اینو گیرونه. از اون سر بازار تا اینجا تال چی نخرید؟ هیچ چی نخریدم چند خونه ندید. واجات شما با شما می تا خودی بوجی خود مستقیم بریم بده. خب لاد میخورن دیگه. خب زور شما نکشید. نه دیگه. خواهش شما چیه؟ از کسایی که ایت جنسار گیرون میکنن. خواهش ما اینه که مرآت مستضعف رو داشته باشم، کارگر رو داشته باشم، غریب رو داشته باشم. بفهمیدی؟ مرآت ما همینه که بسیار مرآت خواهش ما همینه که مرآت از این داشته باشم. بسیار آدم مستضعف که مثلا پول نداره، ایدم بیامد، او چه کار کنه؟ به این قیمت‌های بالا کالی هسته. از آقای عدلیه می‌خوایم که بسیار کسی که هسته شهرداری شهروال هر کدوم که هسته مسئول بازار قیمت رو البته قیمت مناسبی بده. به نظری شما این به حساب ریاست شهرولی مربوط میشه از برادرها تاجر ما باید خواهش کنیم؟ از برادران تاجر هم میشه، از شهرولی هم میشه که بسیار قیمت بده اینجا. قیمت باید نخنامه داشته باشه روی این. بسیار خوب. به نظری شما میوه امسال گرونه؟ میوه خیلی گرونه. خب شما چرا چند تا دکون اومدم تا اینجا تا نست نیستم بس کنم. چرا همین عنعنات قدیم پس به تصویر نمیکشین شما؟ چیکار کنیم عنعنات قدیمه؟ قدیم که بود اگه نه پستی بود نه بادامی بود نه فلان نه بامدان همه کشمش نخود بود همه تا پخشابا بود اگه همه کار کنیم بیتر از من اومدیم پخشابا ما از نشینی مرسالی گذره بفهمید همه پخشابه بادام تخمه بسیار یعنی شما سفره تنوب نمیکنی که 5 خروار بریزین اصلا اون نمیتونیم هم نمیکنیم. خب همین پخشابه که شما به یک شخصی مثلا ایدی میدیم ارو دل میدین ارو دل تای دل رو داری نمیگیم کار نمیکنی که مثلا همون بابا پس بشه ما میوه خوش داریم به تستر ان شاء الله میوه ترم که وقت انگور و میوه میشه مثل میوه که بیواد ما بده بودش میوه ترک غیر از این اخکوک دیگه چی داره حالا فعلا اخکوک دارم وقت انگور موقعی که میاد انگور یعنی اخکوک هم مثلا بساط میگذارین نه میون میدم میگم میوه هم بخور دیگه ماشاءالله بسیار خوب خب پس ما افطار هم بشه شما تا خریدم نکردم چم میکنه فقط سعی کردم میگم میتونم مثلا بادام نخود کشمش که مثلا انوارتی که ما هسته با پخشا بگذاری نه به سفره بسیار خوب خب پس بریم خودی شما افطاره سلامتی شما موفق باشید زنده باشید شما سلامت باشین دوستای نازنین من چی میگم اینا میگن سلامتی
سلام لالا جان. سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان تلویزیون شما. قربان شما سلامت باشیم. نام شریف خود اگر بگیم بهتر میشه. فقیر احمد نام یک باشنده های شهر هرات نیدو. خب بسیار امیت که معلوم میشه روزه خیلی شمار برده. بله همین 20 روز میشه که کارم زیاد آخر روزه هم هست آدم کمشی میکنه. به نظری شما امسال ماه مبارک رمضان به سختی تیر میشه؟ نه فضل خدا امسال سال خوبی بود. سرتر بود. می آخر کمی هوا گرم شده. خب چرا تنبل شدیم شما؟ من تنبل نشدم دیگه. یک ذره ما اینجا کار زیاد میکنیم به خاطر از صبح که ما میایم ساعت 6 ویژه بعد از نماز صبح تا همین فعلا ما مصروف به کار مراجعین زیاده. دیگه آدم خسته میشه. اما 6 هفته کوی که اوار شدیم شما کردیم؟ دیگه ما به وقت خود کو اوار میکردیم حال کار بالای ما افتاده. بسیار خوب. چند شب میشه که آمدیم بساط کردیم اینجا؟ شاید مدت 10 شب میشه ما اینجا. 10 روز میشه. به خیال شما از طفلیت بیامدیم به سر بساط خو. این تو کاری که ما مردم دیک هست بیسا یک رسومی داریم به ایراد. مردمای دیک هست از اول روزه شروع میکنه به خریداری. باز مردم تحت شهر هست به 25 ماه میایم. با اون واسه ما مجبوریم که به حساب کار اونا رو بشیم. بیننده‌های عزیز امشب شب 23 درسته؟ 24 ماه مبارک رمضان امشب شب 24 10 شب پیش اینا که بودم هنوز روزم نشدی بودک. اینا آدم با انصافی هم واقعا. سلام لالا جان، ساعت شما خوبه؟ خوبیم شما ساعت. قربان شما سلامت باشیم. عزیز سلام و درود فراوان. قربان شما سلامت باشیم. نام شریف شما؟ رامی. خب اینجا گه استاده؟ اینجا برو سر این بساط اندان قلیبی خور میکنه. این بساط از شما نه؟ بله یا اینجا. قسمت خود شما شریکی یا تنهایی؟ بله یا شریکم. چند نفری؟ 2 نفر. خب کلا 2 نفریم. خب بله. اون لالا چه کاری شما نه؟ لالا به چه خاله مونه؟ بسیار خوب بسیار خوب. چند روز میشه آمدیم؟ ما 4 روز میشه بیامدیم. 4 روز. بله. خب زود نامدیم. دیگه به خدا اجرتا گفتیم بیایم جا چرخ خو معلوم کنیم دیگه. چیکار کنیم بیکار بودیم کار غریبی نبود دیگه خود اینجا مشغول کردیم حتی خانه کردیم اینجا بی‌تر. بسیار خوب. اینجا کرا میدیم یا به دکاندارا یا به حساب شهرولی؟ نه والا فعلا که نه کرایه میدیم دکاندارا لطف کردن ما رو بگذاشتن جلوی دکون خو اینجا دارن کسبیر میکنن دیگه. خب شو با چه کار میکنیم؟ شو همینجا خوب میشیم دیگه سر و ساعت دیگه نمیریم بخونه. خب زد اگه گردباد شد چیکار میشه؟ دیگه اگه گردباد شد هر چق بود خوب تر خوش خودم دیگه میسوزم دیگه اینجا یک رخ جون یک گلام آدم هم اینجا خود یک دم خدای نکرده گردباد بشه یک دم سعی کنید که خود شما اینجا میوه شما به پول مالونه. خب این حسابه که دیگه هر چی نصیب باشه دیگه. بسیار خوب. از صبح بله تا با حالی که نزدیک افطاره چندی حدوداً سودا بکنید؟ ما برای شما رخ بازار فعلا او طرف این طرف سودا نیه چندان ما تقریبا 6-700 سودا کردم. 6-700؟ بله. برادرها میگفتن 15000 و 20000. برادرها او طرف فرق میکنه. او طرف چرخ زیاده این طرف یک چرخ میوه کم این طرف کمتر میام تردد سه چرخام زیاده اینجا بعد به سادم دید نداره. خب نمیشه شما تیر کنیم بگیریم ما خود شما کمک میکنم دیگه این حساب جانیه او طرف دیگه بگرفتم از ما. شما که 4 روز پیش آمدیم چری او بر ما جا نگرفتید؟ خدا از ما در جلوتر اومده بودم اونجا جا خوب انداختنده بودم اینجا هر که جلوتر بیا جا میگیره به خود. بسیار خوب. بازم از کاروبار رزین خدا رو شکر چیکار کنم بیکاری بیتره. الهی شکر خدا روزش تنه. خدا رو شکر خوبیم آدما ما قوی امروزه. با عمر خود چند به یاد شما هست که من به این ماه مبارک رمضان 3 روزه بخوردم مرار. چرا؟ دیگه از قصدن یا نه یک شرایط داشته مشکل داشت. مریضی اونم برای شما توضیح بدم ها. نه دیگه میشه قربان شما خصوصی باشه. بله. خب تشکر از شما. قربان شما. میگم نرم افطاره. مسکن حالا شوخی کردم اگه میریم من گپ نی مگرم بادوم بخوریم چی بخوریم؟ نه دیگه شوربا تیاره ماشاءالله. خوبه دیگه 6-700 بینندای از عزیز از صبح سودا کردم 5.5 ساعت بالا شوربا مصرف کردم. یارو خوشحال شدیم. قربان شما همچنین. دوستای نازنین این بود برنامه افطاری از جاده جنوبی مسجد جامع شریف که خدمت شما تقدیم شد. حیات شما کنه میره
سابسکرایب تو لایک و شیر حیات شما نره دیگه. باز کامنت هم دیگه کامنت. آفرین. ان لالان باز میبینین که معلومات دارم. شما هم این کارو میکنین. دقیقاً. تشکر از شما دوستان نازنین. تا فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک میسپرم. خدا حافظ و نگهدار شما.